توی 5 جلسه میخوایم با هم 5 تا کیک برشی پرطرفدار درست کنیم که دومین آموزشمون این کیک هویج فوق‌العاده است. تخم مرغ‌ها رو به همراه شکر و وانیل با دور تند همزن 5 تا 7 دقیقه بزنید تا کاملا هجین بشه. این مرحله برای بافت کیکمون خیلی مهمه. حالا روغن مایع رو اضافه کنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. آرد رو به همراه بیکینگ پودر و دارچین با همدیگه ترکیب و روی مواد الک کنید. بعد با همزن دستی هم بزنید تا کاملا ترکیب بشه. این کار به آرومی انجام بدید که پف مواد نخوابه. در آخر هویجی که ریز رنده شده و آبشو گرفتید به همراه گردوی پودر شده اضافه کنید و به آرومی هم بزنید تا موادتون ترکیب بشه. کف یک قالب 20 درصد رو کاغذ روغنی بندازید و مواد رو بریزید توی قالب. حالا با یه لیستک مواد رو به طور مساوی توی قالب پخش کنید. چند تا ضربه بزنید روی سطح کار تا حبوبش گرفته بشه و بذارید توی فر تا پختش رو انجام بده. اجازه بدید تا کیکتون کاملا خنک بشه. بعد از قالب جداش کنید و با یه چاقوی اره‌ای به ابعاد دلخواهتون برش بزنید. میتونید ابعاد کیکتون رو از من کوچیک‌تر بگیرید که تعداد بیشتری بهتون کیک بده. این کیک رو میتونید توی قالب‌های طرحدار یا گرد ساده هم درست کنید. این هم از بافت فوق‌العاده عالیش. نوش جونتون.